دوستای خوب نازنینم سلام، وقت همه شما بخیر، خوش آمدین در این شانه برنامه مو. دوستای عزیز، مو امروز دومین روز روزه دیگه که روزه گرفته. اره دوستا اولین برنامه افطاری گرفته. امیر خواستم همراه شما عزیزای دیلم شریک کنی. اره دوستا خدا روزه و نمازی بخیر خدا قبول کنه. همچنان از مور دوستا دیگه تا پایان از این برنامه خود از مو باشین. دیگه ما اینجا قصار چرختم دوستا زولکم دیگه اینجا آلافش خیلی نمینالی دیگه از اختی برم کچالو مچالو رنده کنم بلیزی شیو کنم دیگه دوستا اینی تکارامونی دیگه اینی سرشتار بوده دیگه دوستا دیگه جای شما از زای دیلم خالی دیگه با اینزی پیرکی روش جان کن دوستا اگه یا چی بخیر دیگه یا چی بخیر دوستا دیگه آبیم از یاد وطن پیرکیم کرد گاه دیگه این از قدیم من دیگه دوستا دیگه مای روزه دیگه بیشتر مردم بولانی نه پیرکی نه آشک مونه دیگه می خیلی خوب شد دیگه می چیزا خوبتره دیگه در مای روزه دیگه اره دوستا دیگه مورا حمایت کن دوستا مورا همراه دوستای خمور شریک کن دوستا مور لایک کن سبسکرایب کن خدا کنه از برنامه های مو خوشم باید Bileti kan mengandung. تو روزه گرفته؟ خب داد چیز خلا؟ خب روزه هم گرفته؟ آها بیشک بیشک عجب روزه گرفته خاطره؟ روزه خاطره دوستا دیگه کسی قبول نه دیگه رشت روغنش زیاد نمشتله سیف زیاد نشد دیگه دوستانی پیاز شیر ظرف چیده دیگه نان ما ایرم سبزی شیو کنون دوستا بعد کسا دوستا دیگه اید میده سوزی پیشگیرم جوش میده ما صدور خم خوش نمیه ما شیجی رنمی پیشگیرم دیگه میشه حالا جوش نمیدیم این سبزی جوش نمیدیم دوستا بو بخشین حالا بفتم دوستا دیگه مال برم مرج مرج بیرم ماک
کار نه آبای چیز کار نه الیاس دیگه الیاس ایسو سای کما آبای چیز کار نه آنه آها این ترکی دختر دوم ده دیگه دوستا آره آره دیگه این عالم کمک نکرد او کمک نکرد الیاس و الیاس اینش خم جورونم دوستا همین ترکی تندوری وطن وری جورنی چیز مخری کجایه همو چیز خلا با اینجا نه با اینجا مخری الیاسی مزه میده خواه بخور دیگه خواه بشه خیلی مخری تو یکم برشکست ما رو بشه خیر بیل بخورم جانش جور باشد خواه قدر جان جوری باش تا خورده تمام نمیشه آره آدم جان آدم جور بود دیگه خیر خدا مهربانه بهرو سوشی گاز خون بس مسکشم برمشه باز خام نیه میگه از اول رفته ده بیشتر جای نه چند دنم خوب نفر یک دنه بیاریم جمع بینم اوزون بیلو جای خاص نقدر او نزو خب منم گرجه رو نماک ده گرجه رو نه نماک لازم نداره علی باش دردن خراب بونه خدا سالم شو بیلو بسه بسم الله الرحمن الرحیم پختاشته پشت روی پختاشته یک پشت کامل دید بخیر بیل میگلازید گرم نه او رو بور کن نیلو این رنگای کم نات خانمان از نظر از من خوب خیلی تاییده
خب خیر اون صدا بلند میاد این اینجا بشید اون صدا نمیاد. خب اللهم صل علی دوستان سلام علیکم. سلام کن. خب عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام شما دوستای عزیز. امید که جور و صحتمند باشید در گوشه کنار دنیا که هستید. به خصوص یک سلام ویژه به کسایی که روزه‌دار هستند. انشالله طاعات و عبادات شما در درگاه حق قبول باشد. دوستان این شب سوم رمضانه دیگه همه خاطرم دستی در نکنه ترکیب ده بر رسم قدیمی متر. البته اون مردم که هست در روزه همیشه باید پیرکی باشد و اونم مثلا اینال سخت است نفر کم هستیم و دیگه مقدار پیرکی داریم پیرکی را بخورید دیگه انشالله که شما جور صحتمند باشید. خدا که تایی مدت قرضمو بوده باشید دیگه و من الله توفیق دیگه. بازم یک بار دیگه روزه همه شما به درگاه خداوند قبول باشد. دعا می‌کنم که همه شما سالم باشید و سالهای سال همیتر روزه را پشت هم بگذرانید و سر حال و سرفراز باشید. دیگه به خاطر باش کدام گفتنی داشته باش ما تا یک دونه خورما گرفت و روزه خواست کردم همین ویدیو را مو خاتمه میدیم و سلام کنم باش خب ما باش پشت دوربین برون باشید. پیش برون که ترکی تندوری ده دوستا. اره امید خوشمزه هم ده دیگه نه بوله؟ آره خیلی خوشمزه هم ده دست و درد نکنه. خب یک سلام کنو بلده دوستا که دوستای عزیز سلام در جای هستین خوشحال باشین. نیکمو آبی خاطره پیرکی بخته خیلی مزدار جانشم جور باشد وقتشم خوش باشد در جای هستین. نمی روزه رو در خوبی در خوشی چیز کنی سرفراز نمی نگاه کنی نمی روزه در خوشی اره جور باشه آبای. خب دوستای عزیز دیگه این پیرکی ها پختهش یک مقدار شد البته منده داخل تنور یک تنور منجی که پختن دوستا دیگه. اره خب چیز گفتنی داره بوگی که ما بسیار گوش ناشدیم. دوستای عزیز مریضار دوانی دیگه راجت داره براوردش نه دوستای عزیز دیگه. خدا دیگه طاعات و عبادات همه دوستای زمور قبول کنه دیگه. دوستای این برنامه ازمو بود دیگه. تا برنامه های بعدیش مور به خدای پاک بسپاریم. بای 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 بچم بای بای. آفرین الیاس هم بای بای کرد.